میکنم. حرفه اصلی ساخت ساختمانه. در ایران پروژه‌هایی دارم که تو شهرهای مختلفه و بیشترینش در تهران و 56,000 متر پروژه در کشور عراق دارم. دوست دارم یه مقدار به عنوان یک بانوی فعال اقتصادی تجربتون رو توی عرصه بین‌المللی مطرح کنید. آیا با چالش‌های جدی مواجه بودید و معمولاً خود شما طبیعتاً اگر تونستید همچین توسعه بازار رو در سطح بین‌المللی داشته باشید چه عواملی باعث این شده؟ عرض کنم خدمت شما و همه عزیزانم که اینجا حضور دارن، خصوصاً بچه‌هایی که تازه میخوان وارد بازار کار بشن، متاسفانه یه مشکل بزرگی که وجود داره، ما علاقمون رو شناسایی نمی‌کنیم. میریم انتخاب رشته می‌کنیم، وارد یه حوزه‌ای میشیم، بعد متوجه میشیم که اصلا علاقه ما نبوده. حالا این یه مقدار بی ربط بود به سوال شما، ولی